جایی که دولت میاد اقدامی را انجام میده، یعنی خشونت را به کار میگیره و رعب و وحشت مد نظرش هست، میخواد پیامی را به حالا در یک جامعه داخلی به مخالفین سیاسی خودش برسونه یا در عرصه بین‌المللی به یک دولت مخالف خودش برسونه و بخواد امتیازی را هم بگیره، اون دولت یا اون گروه را وادار به انجام کاری بکنه، میتوان گفت که تروریسم دولتی در حال شکل گرفتن هستش. قتل دانشمندان هسته‌ای در حقیقت به کارگیری خشونت هست، یکی از ارکان در واقع تروریسم بوده که کسی در واقع جرئت نکنه با جمهوری اسلامی ایران یا برای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحث برنامه هسته‌ای کار بکنه. و نکته آخرش وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به توقف برنامه هسته‌ای. اما در اینجا عناصر زمینه‌ایش هم به نظرم همین بحثی که در واقع ایجاد رعب و وحشت و گرفتن امتیاز از طرف مقابل هستش. وارد کردن تروریسم دولتی در اسناد رسمی و ادبیات رسمی حقوق بین‌المللی مستلزم پژوهش و نظریه پردازی در این خصوص هستش. از نظر حقوقی باید دید آیا عوامل و شرایطی که انتقال یک جرم عادی را به یک جرم بین‌المللی توجیه می‌کند می‌تواند تروریسم غیر دولتی را هم به تروریسم دولتی توجیه کند یا غیر. و در نهایت از نظر حقوقی منعی برای پذیرش تروریسم دولتی از منظر حقوق بین‌الملل وجود ندارد.